اما تو اینجا یا حالت خوبه و من نباشم هم مهم نیست. حرفایی که زدی همش درست بود، واسه همین عصبانی شدم. این حرفا نزن، همش دروغ بود. مامان و بابا تو رو خیلی دوست دارن. ممکنه یکم بی تفاوت باشن اما دوتاشون خیلی ترسیدن. من این دروغا رو خیلی وقته که دارم به خودم میگم. خیلی خودم رو گول زدم. کاش از اولش پذیرفته بودم، اینقدر برام سخت نمیشد. اینجوری نگو لطفا، من ناراحت میشم. در ضمن سورپرایزی در کار نیست. اینم یه قسمت از نقشته؟ نه جدی میگم. واسه اینکه شب تو خراب کنم این کارا رو کردم. میخواستم اذیتت کنم. همینطورم شد البته. اینو به دل نگیر. نمیگیرم. من اومدم. ممنونم. سکس کم گرفت یا نفستو حبس کن خوب میشه. ببینم خوب شد مگه نه؟ واسه اولین بار اجازه دادم کسی بینیمو بگیره. امشب بد نبوده. به نظر منم همینطور. اینو از کجا آوردی؟ مادرم بهم داده. مادرت از کجا پیدا کرده؟ آقا هالوک بهش داده. چرا اینجوری میکنی؟ چی کار میکنی؟ آبجی بیا بریم پری، از اینجا میریم. سلین بیا بریم، مهمونی تموم شد. کجا بریم؟ مهمونی برای من تازه شروع شده الان. ببینم مگه تو برنامه‌ای رنگ نداشتی امشب؟ من نه برنامه‌ای دارم نه دیگه دلم میخواد اینجا بمونم. آبجی جون دوست داری حرف بزنی؟ پری جون دوست ندارم حرف بزنم. فقط میخوام از دنیای این آدمای بد به دنیای غریب خودم برگردم. بریم. گنش خانم میخوام بخوابم. میخوابید رانه خانم؟ شما از من خوشتون نمیاد درسته؟ فکر میکنم عصبانی هستین، بهتره فعلا استراحت کنین، فردا با هم صحبت میکنیم. نه متاسفانه تا فردا نمیتونم صبر کنم. میدونم شما از من خوشتون نمیاد ولی من و هالوک همدیگر واقعا دوست داریم. چه خوب.
پس اگر اجازه بدین میخوام بخوابم. من 1 ساعته که دارم به رفتن فکر میکنم. تو ذهنم بلیط هواپیما هم گرفتم، وسایلم هم جمع کردم، حتی به این فکر کردم که چطوری به بچه هام بگم. ولی بعدش با خودم فکر کردم چرا باید این کارو بکنم؟ من هیچ بدی به شما نکردم رعنا خانم. برای ادامه این رابطه هم نیازی به اجازه شما ندارم. بهتر از حرفایی استفاده نکنیم که قابل گذشت نباشه گنش خانم. بهتر حرف بزنیم. من تصمیم گرفتم بمونم. میدونین برای چی؟ چون حق با منه و از شما فرار نمیکنم. واقعا؟ پس شما میخواین بجنگین؟ هر جوری دوست دارین برداشت کنین. حتی میخوام اینو ثبتش کنم. متوجه نشدم. قرارداد ازدواجمو میگم. میخوام خیلی زود امضاش کنم. حتی اگه فردا صبح بیارین امضاش میکنم. حالا دیگه میتونین بخوابین رعنا خانم. شب بخیر. سواش؟ ملیسا کجاست؟ چی شده؟ بهت گفتم ملیسا کجاست؟ خانم مشترک از سایت های جانبی 24 48 و امیبار